یه تست خیلی جالب انجام داد دکتر جو دیسپنزا در سال 2016 در تاکومای واشنگتن بر روی 117 نفر در طول 4 روز. تو این 4 روز اتفاق جالبی افتاد. یه تمرین ساده کردن، تمرین ساده ذهنی کردن این 117 نفر و هر روز 10 دقیقه اون کار رو انجام دادن، فقط 10 دقیقه. و بعد از 4 روز وقتی سیستم ایمنی این افراد رو تست کردن متوجه شدن که سیستم ایمنی 50% قوی تر شده. این افراد چجوری 4 روز سیستم ایمنیشون رو 50% کشیدن بالا؟ با یه تمرین ساده ذهنی که الان با هم انجام میدیم. با یه تمرین ساده ذهنی این کارو کردن این آدما که تو اون 4 روز هر روز 10 دقیقه نشستن، چشاشون رو بستن، شوک گذاری کردن. از طرف دیگه IgA که سوخت اصلیه، در واقع نشان دهنده عملکرد سیستم ایمنی است، 50% اومده بالا، یعنی سیستم ایمنی داره 50% قوی‌تر کار میکنه. از طرف دیگه میزان کورتیزول یا هورمون استرس 16.5% کاهش پیدا کرده. آدما میرن کلی دارو میخورن، آرامش بخش میخورن، قرص اعصاب میخورن برای اینکه هورمون‌های استرس رو بتونن کنترل کنن، ولی این افراد دارو نخوردن. شکرگزاری به این معنا نیست که من یه جا بشینم بگم شکر شکر شکر، همینطوری بگم شکر شکر الهی شکر خدایا شکر شکر شکر، ولی عصبانی ام، ولی حالم بده، ولی شکر الهی شکر خدایا شکرت، ولی دارم دیوونه میشم، ولی پس ذهنم نگرانی دارم، ولی ترسیدم، ولی دارم میگم شکر شکر الهی شکر. این نیست، این کار نمیکنه. شکرگزاری وقتی کار میکنه که ما قلباً حس شکرگزاری داشته باشیم.